یک دفعه برای کسی گفتم، من گفتم والا افغانستان برعکس دعوت میچله. گفت چی رقم؟ ما گفتم در افغانستان که یک آدم جیبش بزنی پیسیش بگیری، باز چپک کنیش خواب پوزیش در خاک بمالی، باز بعد از سر از هم یک بلک گله بگیری در سرش هم پرد آباد زیله کنی، باز می السلام علیکم می دستی تم بوسه میکنه. اگر یک آدم افغانی را که از گل افتاده که او را بالا کردی، باز تو خودت خطی دستی مبارکی تو خطی دستمالی گلایش پاک میکنی، باز بعد از دلت سرش میسوزه، چند رقم برش میدی که برو پس دور میخوره میگی زنی تا اینطور کن. اینه قسم از افغانستان. گفتی این مثال چرا دادی برای من؟ من گفتم چرا نی؟ مولا صاحب دوسام جور میکنه تانه که برش میگی ترجمهش رو که شما می سری ترجمه چی میفهمی؟ نعوذ بالله حیوان جور کرده تانه ای جنسان براتان نمیگه. خب جیبای تانم زده رویست، یا ده ایلی اسقاط یا ده صدقی فطر ایلام زده میره. باز چی میکنه؟ میره ده ختمای تان خواب بیزتشان میکنی، پس که میره دوس سیکو چی رقمی طعام پختگی چی رقمی زن داره. طعامش نمک نداشت، کلی شکر دیا نکرد. گفت بله ها. من گفتم ما بیچاره ما موحدین سعی کنیم نه قیران میگیریم، نه 16 پولی میگیریم، نه ختمی تانه میخوریم، نه نانی تانه میخوریم، بر علاوه ترجمه قرآن شما میگروزیم ما از پشتی سریتان واکم گرفتیم. یک دقیقه بیش یک دقیقه خیر است، خیر است، اگر کارم داری خیر است، ولی کار دارم یک چیز کرایه تمام میدم، کرایه تمام میدم. تو امروز قطعا برو دمی ترجمه قرآن کریم امی تو راست یا نیست مردم خطی خود نمیاری زمواری کرایهش نزده یا چی میکنه؟ نه 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 اینجا که آوردی 4 دقیقه شیش که پس دار آمد این بچه پدر مادر این بچه مرا در کجا آوردی؟ مرا در کجا آوردی؟ الله اکبر. افغانستان همینطور است. الله رحم بکنه.